واسه بعضی از دوستان این سوال بود که توتی چقدر طول میکشه رام بشه. باید بهتون بگم هر حیوانی شخصیت خاص خودشو داره، کاملا مثل ما انسان ها. بعضیا گوشه‌گیرن، بعضیا بد اخلاقن، بعضیا مهربونن. اینا هم شخصیت خاص خودشونو دارن. اگه توتی آوردین خونتون، در قفس رو باز بذارین، به احتمال زیاد بعد یه مدت با محیط اطرافش آشنا میشه، شروع میکنه به بیرون اومدن. غذایی که دوست داره بهش بدین. این کمک میکنه یه ارتباط عاطفی بین شما و حیوان، البته پت، برقرار بشه. کلمه حیوان که چیز خوبی نیست آدم به کار ببره. بعضی حیونا یه خورده بد اخلاقن، یه خورده دیر ارتباط برقرار میکنن. اگه شده به زور اون پرنده رو بیاریم بیرون، تو دستاتون نگه، حتی اگه گازتون گرفت تو دستاتون نگه دارین. کم کم بعد از چند بار که این کار کردین متوجه میشه که شما هیچ آسیبی نمیخواین بهش برسونین و بعد یه مدت خیلی راحت میاد تو دستتون. حالا همین آقا خیلی بد اخلاق بود، همین آقا خیلی خیلی بد اخلاق بود. من واسه اینکه این آقا تو دستم بمونه به زور آوردمش بیرون. نگاش کنین بازم وروجک. ولی اون یکی نه، اون خیلی آرومه، اون اصلا خیلی مهربونه. شخصیتاشون با هم دیگه خیلی فرق میکنه.